السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، شوکت محمد با شما هستم. برنامه گفتگو هست، گفتگوی من و شما. همینجا از حال حاضر سر کرده می توانید در دل درد دارید، گفتنی دارید، ملاحظه دارید، تنقید دارید، مرا میخواهید تنقید بکنید، حکومت کشور رو میخواهید تنقید بکنید، مخالفین رو میخواهید تنقید بکنید، از کمبودی های کشور میخواهید بگوید، از کمبودی های ما میخواهید بگوید. مرحمت، این میدان شماست. از حال حاضر شما میتوانید وارد بحث شوید. میخواهید مرا وارد بحث کنید، میخواهید با من بحث کنید، مرحمت، اینجا میدان از آن شماست. علیه من یک چیز گفتنی هستید، بفرمایید، گوش میکنم. فقط این امید رو نداشتگی باشید که شما گپ میزنید و من جیم می ایستم. ها خوب گفته جیم می ایستم. حتما جواب گپتون رو میگیرید. هر چیزی گفتید جوابش رو میشنوید. من هم آماده اینم که شما هر چیز گفتم شما جوابش رو میدهید و گپ های من به جواب نمیمانند. من هم آماده این هستم، شما هم به این آماده باشید که چیزی که گفتید جوابش رو میگیرید. امید نبرید که شما گپ میزنید من کلم رو خم کرده، دستم رو پیش بر کرده، شده است جناب، خوب شده است جناب گفته میشنم. نه، این خیلی نمیشود. گفتگو میکنیم. گفتگو. تماشابینان عزیز، دفعه گذشته ما در برنامه خیلی گفتگوهای جالب کرده بودیم و گفتگوها خیلی جالب شده بودند و یادتان باشد پروفسور دکتر علوم بیوشیمی عبدالسلام آدینزاده در برنامه شرکت کردگی بودند و به سوالهای شما جواب گفتند و بیشتر صحبت رو ایشان کردند. شاید میدان بعضی از دوستان که میخواستند صحبت کنند تنگ شده بود و هفته گذشته در برنامه روزنی فکر، تماشابینان گرامی، ما درباره یک صحبت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یکی از مکتب‌های نو افتتاح شده در شهر دوشنبه، مکتب رقم 19 صحبت کردیم. حالا تماشابینان عزیز، امروز هم شاید دوام همان صحبت باشد، اما من چند گفتنی دارم. اگر اهمیت داده باشد، امروز سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه اظهارات نشر کرد. در اظهارات خودش گفت که به شهروندان تاجیکستان توصیه داده می شود که در این اواخر از به روسیه سفر کردن پرهیز کنند. یعنی به روسیه موقتا از سفر کردن به روسیه خودداری کنید. این یعنی چی؟ وقتی که سفارت یک کشور رسما به شهروندانش توصیه میدهد که از سفر به روسیه موقتا خودداری کنند، این نشانگری آن است که یک تگ کاسه، چنیم کاسه وجود دارد. یعنی کدام گپ بین این دو کشور نمیپزد. از نام سفارت گپ رفته ایستاده است. یعنی سفارت تاجیکستان، نمایندگی دیپلمات تاجیکستان در روسیه به مقامات روسیه اکجان همین کارها رو نکنید گفته نتوانسته است. از جای زورش میرسیدگی کار گرفته است. زورش به کی میرسد؟ به مردم میرسد. میگوید که هم به گشنگی مریم بر روسیه نبیا. من که تو را به جای کار تامین کرده نمیتوانم، اهل ولایت رو خورانده پوشونده نمیتوانم، جبران پولی داده نمیتوانم، اما اینجا هم که حق و حقوقت را دفاع کرده نمیتوانم، از تو نمایندگی کرده نمیتوانم، داد تو را در دالانهای حکومت روسیه رسانده نمیتوانم و در سطح بلند
داد تو را گفتگو کرده نمیتوانم، داد تو را برده رسانده نمیتوانم، زورم نرسیده ایستاده است، رو در تاجیکستان علف میخوری، بیده میخوری، جواری مکه میخوری، زردالو قاق میخوری، هرچی میابی بخور، بشین در همون جایت، بررسی نبیا. یعنی حالا ببینید ان همین توصیه سفارت جمهوری تاجیکستان، توصیه سفارت جمهوری تاجیکستان بعد از حادثه کراکوسیتی این بار اول است. حالا ببینید بعد از سر شدن جنگ روسیه، بعد از حادثه کراکوسیتی، روزی تاجیکی بیچاره، روزی مهاجر سیاه شد، حقوقش از حقوق سگ بدتر شد. حالا مهاجرها را به زمین سیاه خوابانده بالایش سگ گشته ایستاده است، سگ‌های پلیس گشته ایستاده است. از بالای جسدهای خوابیده تاجیک، جسدهای جانداری روی زمین خوابیده تاجیک، سگ‌ها گشته تاجیک را بو کشیده ایستاده‌اند بالای تاجیک. و این یعنی چی؟ حالا در قزاقستان هزارها نفر، حاجت نه اینجا ویدیوش رو نشون دیم، هزارها نفر در سرحد هستند، صدها نفر در فرودگاه‌های روسیه، در فرودگاه‌های مسکو، در فرودگاه‌های یکترینبورگ و نوسیبیر و دیگرها خو رفته‌اند، راه نیست برای وارد شدن، پرواز کرده آمادگی هستند و به انصاف‌های پرازیت در تاجیکستان به اینها بلیت فروختگی است. یگان خیل اینها کار دیپلماتیک کردگی نیستند که همین رو پیشتر بگویند که نه بیایید تا ما اینجا کار را حل کنیم. گفتگی نیستند. هزارها نفر بار گناهش را گرفته آمدگی است در سرحد قزاقستان. صدهای دیگر در فرودگاه ها خوابند. این بدبخت ها اول بلیط را فروختند در تاجیکستان، این مردم آمدند در ماندند، با بلیط را فروختند، با این مردم آمد در ماند، با بلیط فروختند، با این مردم آمد در ماند. سر و صدا بلند شد. اینها در گوش فیل خواب بودند، در گوش فیل خو رفتند. اکنون که ایرپورت های روسیه پر از تاجیک شده است و بردار این هایت را گفته از روسیه، اینها میگویند که نبیایید، موقتا از سفر بر روسیه خودداری کنید. مگر در روسیه جنگ شده ایستاده است؟ مگر در روسیه آدم خور پیدا شده است؟ نه. در روسیه تاجیک خوری کرده ایستادند. تاجیک خوری. در روسیه تاجیک کشی کرده ایستادند. حالا من یک کانال تلگرام 73,000 یک خودترکش 73,000 подписчик داشته است. یک کانالش 3 میلیون подписчик دارد. با کارهای فاشیستی همین کانال روانه کرده شدگی است. نام تاجیک ها را ابو اکبر، ابو الله اکبر، ابو میگرانت همین خیلی موندگی هستند. در یک روز 15-20 هر یک کس خودش را قهرمان میتراشد. 15-20 ویدیوی تاجیک را زدن، تاجیک را میده کردن، تاجیک را خونی بینی کردن، به جنگل برده زده میده کردن تاجیک رسانه‌ای می شود. هر یک کس از زدن تاجیک خودش را قهرمان اسم میکند.
در همین کانال مسابقه رفته ایستاده است کنی که از همه زیاد تاجیک رو میزند، تاجیک رو میکوبد، لطوکوب میکند و یعنی تحقیر میکند و از همه بسیار کی در کانال های تلگرامی روسی خاراکتری فاشیستی داشته بیشتر همین خیل ویدیو ها میگذارد. یک کانال هایی که در داخل روسیه فعالیت کرده ایستاده‌اند از 70,000 تا 150,000 تا 3 میلیون подписчик دارند و کارهای فاشیستی میبرند. اینها فاشیست نبودند، اینها میروند با اوکراین زده میدرویند. اوکراین در کشور خود مرز خودش را محافظت کند فاشیست. و یک کانال 3 میلیون подписчик دارد. کار بارش، حالا من به خاطر رکلام نشدنش نامش رو نمیگیرم، کار بارش همین بر ضد میگرانت، بر ضد تاجیک، بر ضد مهاجر خبر پهن کردن. ایناش رو میبینی رفته در اتوبوس مخصوص یگان جنگ رو میخیزاند، با جای جانی یک تاجیک رفته میرسد. بیچاره تاجیک بزنش رفته ایستاده است، بزنش رفته هجوم میکند، او تاجیک چی میسوده نمیتواند. میرود تو با جای اینوالید ها نشستی. هر جای اینوالید ها خالی باشد میشند، اینوالید بیاد میخیزد. نه، با جای اینوالید نشستی، جنگ تمام، همین بهانه جنگ تمام. تو به من کیف زده گذشتی، اینجا جای تو نیست، تو خیلی رومال پوشیدگی هستی، این سیاه است، سفید است. یا بدو گریت وقتی که در تاجیکستان خودمون همین خیل هجوم میشود به تاجیک، تو سیاه پوشیدگی، تو سفید پوشیدگی، تو چخیل رومال پوشیدگی، تو چخیل ریش داری، تو چخیل سله داری، تو چخیل کله داری، تو چخیل کرته داری، تو چخیل ایزار داری، تو چخیل کراسوفکا داری، بعد یک بیچاره تاجیک فکر میکند که همه جا همین است، در همه جا این رو تحمل میکند، در همه جا به این سر خم میکند و در همه جا میزنندش، در همه جا میکوبندش، در همه جا تحقیرش میکنند. یک نگاه کنید، به درجه اینها به همین مناسبت های بین المللی کم اهمیت میدهند، کم اعتبار میدهند که یک شریک استراتژی در تاجیکستان 7,000 نفر آرمیه دارد. یک آرمی 7,000 نفری در تاجیکستان دارد امیر روسیه. یعنی منفیت های روسیه در تاجیکستان هست. توسط تاجیکستان روسیه خودش رو محافظت میکند. یعنی گفتم ممکن تاجیکستان است که روسیه رو محافظت میکند از گزندهای خارجی. به همین مضمون من به این باور ندارم، من شرحش رو میدونم این برای چی در اونجا ایستاده است، اما وقتی که ایستاده است این مضمون آن رو دارد که تاجیکستان روسیه رو زشیته میکند. یعنی تاجیکستان روسیه رو محافظت کرده ایستاده است، در عوضش مهاجر تاجیک در روسیه با پول خودش، یعنی زندگی کردن با مهنت حلال خودش، پول کار کردن نمیتواند، باید سرکوب شود. باید زده معیده کرده شود. کار تا به جای آمده رسد که سفارت یک کشور خیزد بگوید که نبیایید. اگر در داخل روسیه جنگ نیست،
در داخل روسیه ناامنی نیست. یگان دیو پیدا نشده است، یگان از سیاره دیگر یگان جانور آدمخور پیدا نشده است در روسیه، یا یگان حادثه مدهش به میان آمده است. چرا تاجیکان به روسیه سفر نکنند؟ سفارت تاجیکستان چرا تاجیکان به روسیه سفر نکنند؟ شرح هست می تعیین برای اون سفر نمیکنن که آنجا مرو آدم نمی حسابند. آنجا مرو آدم حساب نکرده ایستادند. من مرحمت تماشاگران عزیز، از سفر به روسیه موقتا خودداری کنید. توصیه سفارت تاجیکستان در روسیه به شهروندان تاجیکستان. یعنی از این چی فهمیدم ممکن؟ از این چی فهمیدم ممکن دوستان عزیز؟ یگان کس هست شر بدهد اوی جانبداران مقامات تاجیکستان، یگان تاتون هستین؟ بیاین گپ زنین. این چی گپ است؟ یگان موژیک، یگان مردک هست می در همین اطراف حکومت بیاید بگوید که اینجا چی گپ رفته شده است؟ شما روید فرودگاه دمدیدو و شرمیتو و فنوکو و دیگه فرودگاه ها تالماچی و همه این فرودگاه ها بروید. سانت پترزبورگ روید، یکاترینبورگ روید، نوسیبیر روید، ببینید تاجیک در چه حال است. همه اونها را رستم جان را بگویید، حسن اسدالله زاده را بگویید همش از عملیات فرستاند، یعنی هواپیمای فرستاند همش آماده گرفته برد و پولشون گردانده بدهد. پول مردم گردانده بدهد باید. نه برای آن پول مردم رو باید گردانده بدهید که شما این مردم رو همین خیلی حالت می آمده است می دونستید، به تمی توصیه رو پیشتر نکردید. باید پیش بینی می کردید. پیش بینی که کرده نتوانستید. مردم بلیت خرید آمد، بجایش رفتن نرسیدین مردم، شما باید پول بلیت مردم رو باید گردانده دید. من چشمم نمیرسد که شما مشنیک ها پول مردم رو گردانده میدهید، لیکن باید دانسته باشید که و ملت هم باید دانسته باشد که همان مبلغ هایی که برای هواپیما بلیت هواپیما مصرف کرده است و بدون آگاهی به روسیه پرواز کرده آمده است و در اینجا به روسیه ره نیافته است، گناهکار اساسی سفارت جمهوری تاجیکستان است، حکومت جمهوری تاجیکستان است، وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان است. اینها وقت دیدن که وضعیت متشنج است، یگان از عهده یگان مناسبتی بین المللی برآمده نتوانسته ایستادند و در مناسبت های دو کشور بین تاجیکستان و روسیه خدشه پیدا شده است و اینها را مثل یک پاپوشک، مثل یک پشه ندانسته ایستادند. خیز سفارت رو خالی کن، بیا تاجیکستان، چیکار میکنی در اونجا؟ چه لف میخوری؟
وقتی که تو رو آدم نمیدوند. برای چی من سوال دادم که در اونجا جنگ هست، گیر هست، گیربیدار هست، یکان دیو آمده از دیو آدم خور؟ نه. برای چی موقتا خودداری کنن؟ برای چی موقتا خودداری کنن؟ به این سوال جواب هست؟ نیست، هیچ نیست. 6 جمله منه یکان گپی ایلوگی وجود ندارد. تماشاگران عزیز، 6 جمله هم نه، من وایمه کردم. 6 جمله ها که هم نه. نگاه کنید، من میبیارم. سفارت جمهوری تاجیکستان منه همین قدر گپ دارد. برای به خاطر وی شدت گرفتن نظارت خارجیان بر روسیه، در راه‌های زمینی و راه‌های آسمانی، سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه توصیه می‌دهد به شهروندان جمهوری تاجیکستان که موقتاً خودداری کنند از سفر کردن به فدراسیون روسیه بدون ضرورت. همین قدر گپ. یگان چیز وجود نداره، شهر وجود نداره. وقتی این طور هست، به این خلاصه آمده رسیده اید. مرحمت به حسن اسدالله زاده، به رستم جان، به تخمینه بگوید که پول مردم رو گردانده دهد. بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه میدونید چقدر است؟ بلیت هواپیما هیچ کس، یگان همین نفر در حکومت بودگی، نه دل داشته نشتهین، نه جگر داشته نشتهین، نه انسان بوده نشتهین، نه وجدان داشته نشتهین، تو به همین حال آورده میرساند. بعد میگوید که نبیایید. حالا این 3 میلیون در روسیه بودگی روزش چی میشه؟ 3 میلیون در روسیه بودگی خیر نمی حاضر وقتی رسه بیایی نه، هرچند حاضر سیزون هم عجایبات شده رفتگی است. پیشتر میدونستن که همه اولی بهار سفر میکند، بعد آخری تیرمو میگردد، باز میگردد به تاجیکستان. حاضر دوام سال مردم میبیاد، دوام سال باز میگردد. کی خواهد میبیاد، کی خواهد میبرود. از همه بلیت ارزان ترین 20,000 بوده است. از دوشنبه اویسیلس میگوید از همه بلیت ارزان ترین ما 20,000 است. این 1000 کس 20,000 دادگی باشد به حسن اسدالله زاده، یا بدگیرید در این سرحد قزاقستان روسیه
هزارها نفر ایستادگی را حساب نمیکنیم. خیریت حاضر زمستون نه. خیریت حاضر زمستون نه. اگر زمستون باشد چی میشد؟ حال چی میشد دوستان عزیز؟ روزمان سیاه میشد. شاید صدها نفر در سرحد قزاقستان میمردند. این فاجعه نیست مگر؟ شکرانه کنید. شکرانه تینجی امانی آسایشتگی کنید. میمرید بجای مکتبی فلان میلیون دلار ساختن، بجایش یک مکتبی ساده یکی آزاده یکی به پرته تامین هست به کتاب دفتر تامین هست به برق تامین هست تمام صنف خونه هست، پرته هست، تمام. با چی در کار است؟ و ستون های مرمرین و فلان میلیون دلار صرف کردن. میمردی آخر یک کارخانه بسازی، همین مردم گشته رود در همین تاجیکستان روزی زندگیش رو یابد. هم اندازت می سپارد، کارخانه انداز می سپارد، کارگر اندازت می سپارد و از مگزینت چیز می خرد، در داخل پول گردش میکند. اوی بی سوادا، بدبخت ها. انامین که یک کس از مغازه های تاجیکستان چیز خرد، پول در داخل گردش میکند. قدر پولی سامانی بالا می رود. همه حالا تمامی 60-70% قوه کاری دیگر پولش رو به تاجیکستان نبرده ایستاده است. 60-70% قوه کاری دیگه پولش به تاجیکستان نبرده در روسیه، در کشورهای غیر خورده ایستاده است. در تاجیکستان حاضر پول گردش نمی کند. میموندی همین ها، همین مردمه بجای این مسجد فلان میلیون دلاره چی لازم؟ انا من نمازخوان، من باید طرفدارم باشم که مسجد پوشیده شود. اوی تو همین مسجدهای دیهات رو ویران نمی کردی، مسجدهای شهرها رو ویران نمی کردی، در جای خودش می ایستادند، در جای خودش می ایستادند. مردم در همون قشلاق خودش جای خودش نمازش خونده، کارش کرده رفتن میگرفت، به جای کارش مسجد نزدیک. همه جا رو بستید. بعد خودت رو نشون میدی ریاکار، میبری در مرکزی پایتخت تا اینکه رستم جان رو نشون بدهی مسجدی فلان میلیون دلاره، 100 میلیون دلار. همین خیلی بود. بنا میکنی بجای نمیشد که مثلا گریم 10 تا کارخانه بنا کنی، در 10 کارخانه 100 نفری 1000 نفر بجای کار تامین میشد. همین 1000 نفر مسجد رو خودش میپوشید، یا صاحب همین 10 کارخانه 10 مسجدی تو برین همین تو پوشیدگی برین رفته زورش میرسید میپوشید. من همین مردم در داخل تاجیکستان یک آزادی بیته، در همین داخل تاجیکستان روزش رو بیند، پول در داخل تاجیکستان گردش کند. وقتی که پول در داخل تاجیکستان گردش میکند، کار میکند، میبرد به مغازه میتید، مغازه بیشتر کار میکند، بیشتر انداز میدهد، مغازه میرود از نقطه های یک لخت خرید میکند، او بیشتر انداز میسپارد. نقطه های یک لخت خری باج میدهند، خراج میدهند، باج گمرکی میدهند برای وارد کردن بار بیشتر. اشیای خام وارد میکنند بیشتر. حاضر آدم نیست. شما برای کی استحصال میکنید؟ در خارج مال شما رو هیچ کس نمیخرد، برای اینکه تکنولوژی معاصری در تاجیکستان کار میفرمودگی نداره. تکنولوژی برای در زمستان یخ کرده
خنک شده میپرتوید، لخته لخته میشه و ریزین کاش. هیچ کس آماده به تاجیکستان تکنولوژی نوین بردن نیست. میری میبری میکشوی، باز یک هفته از عقبت گرفته میبرند. امام رحمان میره و قیچه میزند، باز یک هفته نیست کارخونه. برای چی ظاهر پرستی دروغ کاری میکنید؟ مردم را سرسان و سرگردان میکنید. اگر بجای این مسجد ریاکارانه پوشیدن برای این انوای چی بود و مناره برداشتین، پرچم شست بسی کردین، همه این مصرف چی لازم است؟ چی لازم؟ اینجا هیکل میسوزی، اونجا دیکل میسوزی، اینجا هیکل مدرته میمونی، اونجا هیکل بوبوته میمونی. کارخونه نیست. مردم سرسان در دمدید و خور رفته است، در شرمیت و خور رفته است، در ونونک و خور رفته است مردم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. شوکت جان خسته نباشید. زنده باشید. تشکر زیاد. گپ زنید، گپ به شما من گپ تموم کردم. احساسی شده خیلی با شوق صحبت داشتید، گفتم وارد شم کم تا شما دم بگیرید. گپ زنید. سلام و درود به همه بینندگان شما و همه هموطنان عزیز. واقعا این برنامه گفتگو خیلی برنامه خوب است که دوستان از داخل و بیرون خوب استفاده میکنند. در قطار اون برنامه‌ای که دیگر دوستان دارند و کمی چارچوبش وسیع‌تر است و هر کسی هر دشنام و تحقیر و توهین دارد میگد. انشالله که با مدیریت خوب شما اکشاوکر جان انشالله که این برنامه در آینده کارهای خوبی را برای ملت میتونه انشالله بکنه. در حالا درباره اون مهاجرا و این مشکلات ها شما خیلی گفته با دیگر دوستان میگن، ولی من میخواستم چند نکته اویدی همون صحبتی چند روزی پیشتر همون کشاده شدنی هر چیز میخواید مکتبی هر چیز میخواید میگویم همین میدان شماست. خب باشه، بگوید. شما را انتقاد نمیکنیم، چون اگر شما را انتقاد کردیم پیشتر گفتید که ما را انتقاد کرده جوابهای سخت منتظر باشه، دیگر کوشش میکنیم که شما را انتقاد نکنیم چون جوابهای شما سخت‌تر میشه. من گپ باشد من آماده هستم که سرم رو خم کرده گوش کنم. فقط بعد از اون که نوبت من میباید شما هم باید با گوش کردن آماده باشید. در رابطه با همون صحبتی که امام رحمان در کشاده شوی اون مکتب کردن، اگرچه هر جمله اون میتوند که ساعت‌ها یا اینکه ماها این رسانه‌های مخالفین منقدا را گرم نگه بدارد، بخصوص همون کلمه ویش که سالها در سرخط رسانه‌ها را گرم نگه می‌دارد. چند جمله شما اینجا نوشته کردم، اگر فرصت شد اما قدرش که امکان شد و اگر هر وقت احساس کرده که صحبت‌های ما خسته کننده است و میتونه قطع کنید و خداحافظی کنید. یک جمله که امام رحمان گفتند اشاره به اون طلبه و دانشجویی که اون مکتب بود، گفت شما بخونید در همینجا جای کار شرایط خوب، معاش خوب براتون مهیا است و با همون لحن خودش که میای کار خودت انتخاب میکنی و اکبی و اینجا روی کنیم اونجا روی کنیم با همین لحنا، یعنی وعده داده است با اون دانشجو که تا اگر خوب خوندی در همینجا جای کار با معاش خوب تامین است، در حالی که ده ها دانشگاه هزارها دانشجو سالانه ختم میکنن دانشگاه ها را، ولی شما کسی را پیدا نمیکنید که با معاش فقط با معاش بتونه در تاجیکستان زندگی کنه. در تاجیکستان بدون رشوه، بدون دزدی یا بدون یگان تجارت های دیگر اگر مشغول نشدی، یعنی فقط با معاش زندگی کردن هیچ امکان ندارد. حالا خدا رحمت کند بابا مانا یک قصه میکردن از کدام دوستشون، میگفتن در اگر کسی را میخواسته است که دعای بد کند، دعای بدش همین بوده است که خدا روزت بر روز اویلیک بماند.
یعنی در تاجیکستان واقعا روز به روز معاش ماندن این واقعا یک مصیبت است. در حالی که مردم نمیتونن که با معاش زندگی کنن و این رئیس جمهور میاد و مردمش با اون دانشجوها وعده کار و وعده معاش خوب میکنند. در همین سال 2024 وزارت معارف گفت که 2600 نفر معلمان در مکتب ها نمیرسند و از این 2000 تقریبا 170 نفر گفت طلبه دانشجوهای مکتب های بالایی را ما روان کردیم در مکتب ها تا اینکه درس بتین. یعنی مجبورشون کردیم که در مکتب ها رفته درس بتین به جای معلم ها، در حالی که 13000 هر سال، همین سال گذشته 13000 دانشجو کورس های دانشگاه ها را ختم کردن با اختصاصی آموزگاری، یعنی 13000 معلم تیار شد. این 13000 و 14000 هر سال تیار میشه. اینا کجا میروند که نمیرسد در مکتب ها؟ با گفتی اون معاون وزیر معارف که مرگ است و اینا میبخشید نخود، هر سال 13000 معلم بمیرن. واقعا این مشکل در این نیست، مشکل در اون است که همون جناب طلبکوف چنان داشت نامی آریان محور بود، آریان مهر بود، او گفت که واقعا شرمنده هستیم که در 30 سال استقلالیت نتونستیم که کشورمون با مکتب‌هاش با معلمان با شرایط خوب تامین کنیم. واقعا شرمنده هستن که اینا نمیتونند شرایط خوبه. ولی اگر آشکارتر این سخن طلبک و شرح رسانه‌ای تر کرده بکنیم، گویا در 32 سال استقلالیت واقعا نتونست انومالی رحمان سطح معلمان و معارف در یک سطح خوب نگه بدارد. در با معلمان میگه معاون وزیر معارف که با معلم ها ما قرضهای دراز مدت پیشنهاد کرده، او میبخشید با او 1000 سومون و 1500 سومون اون قرض دراز مدت از کجا بیارد بتید؟ یا اینکه میگه زمین های نزدی حولگی براشون پیشنهاد کرده. اون معلم بیچاره همون یک وقتا زمین پرزیدنتی میدادن، طلبه ها را میگرفتن به گندم دروی و به زمین پابلکنی معلم ها میرفتن. یک سالهای همون 2013 یا 14 بود، با بعضی دوستان یک صحبت خودمانی داشتیم. یک نماینده حکومت ناحیه بود و خیلی انسان خوب، انسان دانا و هوشیار هم بود و یک نفر دیرکتور مکتبم با هم میشکیم صحبت داشتیم. بعد اون نفر نماینده حکومت گفت که اگر ما پرزیدنت شوم، گفت همین 3 ماه تعطیل تابستانه را به زمستان میکشونم. بعد گفتیم که چرا؟ از او دیرکتور سوال کرد که چند طلبه در مکتب میخونند؟ یادم نیست، گفت 1200 نفر تقریبا. بعد گفت اگر ما تعطیل تابستانه را به زمستان بگذرونیم، 1200 کورتکه زمستانه اکونوم میشود، 1200 پای افضل زمستانه اکونوم میشد. اون کودکا پدر و مادر کشتلش نمیگیرن که مادر نو بخیر، همون کرونای سال گذشته شون کتی زمستانه سپری میکنن. بعد اشاره کرد به همین دیرکتور، گفت که این مردک گفت شب بعد کمرا را دزدیده در پشت ماشینش خانهش نمیبره. واقعا این یک خطره از بحر مصیبتی این ملت هایی که واقعا گرفتار است در این گونه حالت، در این گونه مشکلات و مصیبت. باز اومده از جای کاری خوب و از شرایط یعنی معاش خوب صحبت کردن رئیس جمهور به جز یک حماقت چیزی دیگر نیست. یک جمله دیگری که مثلا در اون صحبت امامعلی رحمان بود، حالا که چند تاش نوشتم، هر قدرش که امکان شد میگم، باقی بعد هر وقت خسته شدیم من کنید ما را. صحبت کرد، گفت که در همه کشورها خشکسالی آمده است، به خصوص در اروپا دریاها خشکسالی شدند، دریاها خشک شدند. و بعد همون حرف همیشگیش که در همه جا میگه، گفت ذخیره زمستانه کنید. این پرزیدنت ما اون قدر غم مردم میخورد که در با نماینده‌های حکومت هم صحبت کند، دیگر حرف ذخیره 2 ساله میکند. با استودنت هم صحبت کند، اگر حرف از ذخیره 2 ساله میگه. خلاصه در اینجا هم یک اشاره کرد که ما باید ذخیره 2 ساله کنیم. بحرهای اروپا، دریاهای اروپا خشک شده است. کشاورزان ما و شما در همه اروپا قرار داریم.
در این کشور اگر حالا خشکسالی میآید، برفی زیاد میبارد، زمستان قهرتون میشه یا دریاها خشک میشه، چیزی میشه نمیشه، رهبران این کشور نمیان به مردمش بگن که ذخیره 2 ساله کن. او ذخیره را 2 ساله میکند، 10 ساله میکند. وظیفه دولت است، وظیفه حکومت است که مردم شد در زمستان، در ماه ینور و فوریه زمستان با سبزوات و میوه‌جات ماه می و ماه تابستان و یعنی تیر ماه تامین کند. او فرق ندارد ذخیره میکند و دولت چیکار میکند، وظیفه دار است که تامین کند باید مردم شد. و مخصوص اداره همین خیل تاجیکستان مخصوص یک نهاد دارد برای ذخیره. باز تاجیک مطلوبات داریم. همین تاجیک مطلوبات وظیفهش همین است که یعنی همین بازار تاجیکستان بازاری یعنی طلبات مالهای طلبات هر روزه را یعنی بالانس داده ایستد، یعنی نگذارد که نرخ‌ها قیمت شوند، نرخ‌ها برآمده روند. برای این باید انبارهای تاجیک مطلوبات پوری محصولات، پوری سبزوات باشد، پوری غله باشد، پوری آرد باشد، پوری برنج باشد، پوری روغن باشد که هر وقت که کمبودی شد یا که از خارج وارد شدن در مدت 15 روز از 20 روز از یک ماه است، وقتی که از خارج داخل شدن به مشکلی ها دچار می شود، تاجیک مطلوبات در حال از خودش درک میدهد، بازارها رو پر میکند و ذخیره ها رو باز میکنند به همون روزی مبادا. در ما چی؟ در ما مردم باید در آشیانه 12ام 13ام باید تپک ذخیره کنند. در همین اروپا کشاورزان جان شما همینجا قرار داریم، ما تمام قشرهای جامعه شرایط دسترسی به یخچال‌ها و یعنی چیزای خنک‌کنی دارد و لیمیتی برق هم نیست، در همه وقت میتوند که ذخیره کنه. ولی شما کسی را پیدا نمیکنید که حتی یک هفته نه ذخیره کنه، چون میدوند که وظیفه دولت است، وظیفه حکومت است که اونا هر کاری میکنه تامین کنه با اون معاش خوبه که خودش از دولت میگیرد. او وظیفه‌اش از میره کار میکنه، حتی یک روزش بعضا ذخیره نمیکنن، میروند تازه میخرن میارن. وقتی که این شرایط ندارد، از عهده اداره حکومتداری نمیبراید حکومت تاجیکستان امام علی رحمان و از صبر و شکرگزاری مردم ما سوء استفاده میکنند. بعد مردم میگن که توصیه میتید شما ذخیره 2 ساله کنید، اونم چی ذخیره کنید؟ جواری مکه و لوبیا. خب فکر کنم پر حرفی نشود، یا چند جمله دیگه هم نوشتگی بودم اینجا یادداشت کردم، ولی جایی که روزی نیستم من در حال شما رو میبرم گپم میگم. یک نکته دیگری که اشاره کردن امام علی رحمان، حالا اینجا یادداشت کردم، با کدام راهبری کدام کشور ابرقدرت گویا صحبتی کدام کشوری ابرقدرت رهبرش گوش میکند. حالا اون کشور نام ندارد، چون اگر نامش بگیرد شاید که این ابرقدرت‌های حاجی‌های خارجیش در این طرف اون طرف ناراحت میشن که قبله‌شون ایول کرد گفته و خلاصه به هر دلیل نام نمیگیرد و صحبتی اون گوش میکند و اون رهبر کشور از مردمش سوال میکند که سبب پیشرفت ما در چی است، سبب ترقی کردن ما در چی است، و کسی هم نمیتونه جواب داده. با همین حرف میگه که کسی هم نتونست جواب داده، بعد خودش جواب داد. مثل که حالا در تاجیکستان میگن آفتاب چگونه آفتاب میبارد با تشبث امام علی رحمان، باران چگونه میبارد با تشبث امام علی رحمان، هر کار با تشبث او کی میشن. فکر میکرد این کشورهای ابرقدرت هم همه پیشرویاشون با تشبث همون رهبراشون است و خلاصه جواب داده نتونست است. بعد اون رهبر ابرقدرت خودش جواب داده است که سبب پیشرفت ما، ترقی کردن ما در از 11 ساله تحصیل 11 ساله گذشتن به تحصیل 12 ساله است و میگه وقتی اون رسیده است که ما اکنون به تحصیل 14 ساله بگذاریم. امام علی رحمان میگه که حالا ما نه در 11 ساله تحصیل 11 ساله قرار داریم و اکنون وقتی اون رسیده است که ما به تحصیل 12 ساله بریم. با این شرایطی بده که در معارف هست، با این شرایطی نارسایی معلم، نارسایی معاش،
این حالتی که در تاجیکستان است با این درس شکل درسیه که در مکتب‌های تاجیکستان است، حالا 12 ساله اگر 24 ساله هم کنه، اما این غلام ابن غلام باقی میمونه. شما دیگه هیچ تغییراتی نمیشه، فقط به جز همون دزدی و غارتگری. حالا محمد ظریف یک نفر میخوان یعنی صحبت کنن، شاید به این صحبت ما یکم واکنش دارن. اول حرفشان رو گوش کنیم، بعد صحبت ادامه میدیم. باشه. سنگتوده گپ زنید. اکا شاکوت سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب باشید، سلامتی خوبان. اکا ظریف خوب زنده هستید باشید. شما؟ تشکر، بفرمایید. موضوع در آزاد است. بله آزاد است. موضوع شماست. اگه جا سر کنیم که را تنقید کنیم. چی گفتن میخواید گپ زنید؟ باز یک خیلی پیشروی خوب شد. دیروز در روز استقلالیت تماشا کردم در خوجند. صورت رحمانوف مردم خوجند در آسمان برآوردن، در آسمان نشانش میتین. حالا وای درون های صورت رحمانوف نشون دادگی ان شاء الله به دیگر کارها خدمت میکنن، پروا نکنید ان شاء الله. و در 33 سال استقلالیت همین مردی کوهن رحمانوف نو یک خطاگی خچب قبول کرد که گفت باید کودکا سرگردان نشوند، پیشوازی من نبرویند، پیشوازی دیگر نفر رو نبرویند. همین را قبول کرد. در 33 سال حیات یک گپ قبول کرد. نه دوستم، این دویم همین خیلی یک کودک میگه برای چی گریه میکنی؟ میگه خونه خوردم. یک کودک میرود بغل میکند، میپرسد برای چی گریه میکنی؟ میگه خونه خوردم. آخه بدبخت تو همین صنف یکم است یا صنف دوم است نمیدونم، یا صنف همین تو مکتبی است، میگه خونه خوردم. یک کودک رو بردم در همین خوجند. وقتی آمده بود همینجا یک باغ در مابینش یک چیزی کرده بودن اونها. وقتی که شدن آمده بود در همون گشتی شهر قیرقوم حاضر نامش چی بود؟ حاضر نامش گلستان شده است. گلستان شده است، بستان شده است، یادم نیست. در همون گشت از سمغار کسی سوخت است، همین خیلی یک شهرک سمغار گرفته آورده ایستادن با ماشین. کسی سوختگی است، همین خونش سوخته است، کیم شده است، خودش سوختگی، زنک سوختگی است، کودکش سوختگی است. گفته ایستادن که بیا همین اجازه بیته، همین سکوری پوموش رود همین به بیمارخانه برده رسوند. اجازه ندادن، کودکش مرد در همونجا. اگه شوکت پس دیروز تو این برای پیشوازش کرده بودن این کار رو. دیروز یک نوار دیگر نگاه کردم، خواندم یک اخبار دیگر. این بیگ صبوره 142 میلیون سومونیش حکومت عفو کرد. اینجا چی گپای؟ همین یک شهر میدادی برای که شما هم حساب کتاب بسیار خوبه. برادر عزیز، همین بیگ صبوره بخشیدنش این بار اول نیست. یادتون باشد همون بهرام عنایتوف رئیس شهر کولاب بود. آره 100% یک گپ درسته. وقتی این در اونجا ساختمان داشت بیگ صبور او دعوا کرد که اندازه نسپارید است. با اجازه شما ما خالی شیم خداحافظی کنیم. بس هم 1000 بس کجا خودش میشه. این چی هست؟ این خوجا احراری ولی کی باشد این اندازه رو نمیسپرد؟ بردندش زندانش کردند بهرام عنایتوف. این بار اول نیست برادر عزیز. این دویم این ارکه چی است؟ ارکه حکومت است، با پرزیدنت خدا است و دویمی بخشیدن میگیرن، هر روز بخشیدن میگیرن. اگر این بار اول میبود که مثلا گره برای چی بخشیدن، ما میگفتیم که خیر یگون شرح و توضیح داشته که شرح توضیح ندارد. اینها همین با بخشیدن ها پول ها یک دیگه روشون میشویند. یعنی این یک نمودی پولشویی است برادر عزیز. از دولت میدزدی قرضدار میشی مثلا گره، یا اینکه نمیدزدی رسما میدزدی،
رسما دزدیدن، همین که قرضدار میشی بعد یک زنگ میزنی میگوی که خیر اومد همشه جمع کردم چو کردیم هشید میگود من یک چی میگم میبخشندت بعد بخشیدن پول تقسیم میکنند. یعنی این دوستهای منصبدار اینها راه های دزدیدن مالکیت دولتی را آموختند، راه های از خود کردن مالکیت دولتی را آموختند. حالا در دوشنبه یک گستینیسته ساخته زاده است حسن اسدالله زاده، تقریبا 10-15 سال باز او مهمانخانه میسازند، ویروس یک 2 سال شد سوخت، حالا بنا نشده به استفاده داده نشده سوخت. برای چی میسوزد این؟ برای اون که قانون برآوردگی هستند، مخصوص همین میمانخانه که این میمانخانه وقتی که مساله از خارج، مساله ساختمان از خارج وارد میکند برای ساختمان این میمانخانه از باج و از خراج از باج گمرکی آزاد است. یعنی با نام این میمانخانه 15 سال 16 سال باز اینها بدون باج گمرکی بدون باج خراج به تاجیکستان مساله ساختمانی وارد کرده شدند. به برکش به کجا به فلان میمانخانه، به کجا به فلان میمانخانه هیچ نیکی بنیاد شود به استفاده داده شود، مبادا به استفاده دادن نزدیک شود و میسوزند، چون که به استفاده دادنش نمیگود نه است، فایده ندارد به استفاده دادنش. که اینو به استفاده میدیم فلان میلیون پول صرف کرده که بعد فایده میکنه که مهمون میگوید. اگر شوکت میبخشی گفتا میبرم و همین 142 میلیون سومانی ها در همین شب و روز چند مکتب زمانوی ساخته میشود. میشود 1 میلیون 142 تا در دهات. اینا این مردم بیست یک بار خودتو همین بگم همین کانسرت همیاره همین تئاتر همیاره خودتو یک بار بیست حلاوت بری. 100 گفت که 600 تا چند مکتب گفت ساختیم در زمان استقلالیت دوران همین استقلال تاجیکستان. روسی یادم نیست دوستم، اگر خواهید من میمونم گپشه. 660 چند تا یا که 800 چند چه که 1000 چند مکتب گفت ساختیم. بله یادم نیست. ببین یک بک صبور 142 مکتب. حالا گفته شدن حالا چرا یعنی نهادها را کمیته لایحه کشی رو چی کرده است؟ کمیته معماری لایحه کشی رو وظیفه دار کرده است و دهه های 100 خواجگی داشته 200 خواجگی داشته، مخصوص همین دهه ها لایحه تیار کنند که مکتب ساخته شود. برای این خیلی دهه ها که مثال گیریم 100 مثلا گیریم 2 تا فرزند داشته که باشد 200 تا 3 تا فرزند مکتب خون داشته که باشد، برای 300 320 برای یک بست مثلا گریم مکتب ساختن 1 میلیون هم صرف نمی شود. انا همین خیلی مکتب های دهات مثلا که در یک 300 طلبه داشتگی مکتب، یعنی در اونجا 2000 نفر آدم زندگی میکنند گفتنی گپ، در اون دهه 2000 آدم زندگی میکنند گفتنی گپ اگر 300 طلبه داشتگی باشد. این مضمونی اون دارد که دوستی عزیز همین خیلی با دهه های 2000 خوجگی دار 2000 اهالی دار به دهه های میبخشید 2000 اهالی دار می شود که به همین 1 میلیون دلاری 142 تا اگر نه به 2 میلیون دلاری 71 تا مکتب پوشیدن ممکن بود. یک آدم صلات جنازه 142 میلیون دلار خورد. سری انای موضوع باید دمی را دیگه روش از من نظر میکنم 3 روش دمی بخشیش همیره در این برنامه ها یکان که درباره همی موضوع گپ نمیزنه. گویا که همین دزد میاد خونت هم دزدی میکنه، نگاهش میکنی میرود میگوی خوش آمدی مالی عشیری مادرت حلال همین مالی دزدیدگیت میگیره میرود نگاه نمیکنه. بله حق ما را حق فرزندای ما را دزدی میکنن، حق معلمای ما را دزدی میکنن. معلمایی که شب و روز خواب نیستن با یک پولی کوچک برای مردم خدمت میکنن.
یک بار گوش کنیم چی همینجا چی میگوید. 2000 به ساحه معارف همگی 42 میلیون سامانی جدا شده باشد. این نشان دهنده در سال 2005 به 253 میلیون، سال 2010 به زیاده از 1 میلیارد، سال 2015 به 2.5 میلیارد، سال 2020 به 5.5 میلیارد و در سال 2024 به 8 میلیارد و 231 میلیون سامانی رسانیده شد که 5.7% مجموع محصولات داخلی و 18.9% خراجات عمومی بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. نگاه کنید همین حساب کردم، یعنی از سال 2000 تا سال همین 2023 200 مراتب زیاد شده است. مسئله همین مبلغ گذاری به ساحه معارف 200 مراتب زیاد شده از سال 2000 تا به همین روزه. اکنون اینها وایمهشونه ببین، در سال 2000 یک آموزگار 200 مانی معاش میگرفت. من دیدم در سال 2000 یک آموزگار 200 مان 300 مان دکتر طبیب همینها 200 مانی 300 مانی معاش داشتن. اما نرخ بازار رو به نظر نمیگیرن، نمیگن که ما معاش بالا شد. در همون وقتی که یک معلم 200 مان 300 مان یعنی چی میگرفت، معاش میگرفت، نیم کیلو گوشت نمیداد. گوشت 5-6 تومان، معاش معلم 200 مان 300 مان، نیم کیلو گوشت نمیداد. به همون کتیم این مقایسه کرده شده است، 200 برابر زیاد شد گفته. به انا همون 200 مان نیم کیلو گوشت نمیدادگی حق معلم امروز مقایسه کرده شده مایلش. لیکن همین صفت سطح صفت تعلیم از سال 2000 خوب شده است یا بدتر شده است؟ بدتر. اکنون شما گویید که سطح صفت تعلیم از سال 2000 تا به همین روز 200 مراتب زیاد شده است یا نه؟ کشاوکر جون همین جمله یک چی لوا کنم. همین دانشجوها وقتی در دانشگاه داخل میشن در این حکومت، حالا همون سال دانشجویی خودمون یادم اومد وقتی در دانشگاه داخل شدیم روزی اونجا یا تقل لازم است گفتی همون برادرها یا اینکه مبلغ باید بدی و ما هم رفتیم دانشگاه روزی که یک تقل برده بودیم ما هم با خودمون و وقتی دانشگاه در رفتیم صحبت کردند و خب با رکتور بود با کسی بعد بیرون شدن و گفتن که محمد ظریف حکم دانشگاه تو یک دیپلم قرض داره. خلاص دیگه کو دانشجو بایی میداند که وقتی اگر مبلغ داد دیگه کاری او خلاص است، دیگه خواهد نخواهد این دانشگاه ایو در دیپلم قرض داره حتما اون دیپلم رو میگیره و باز در فکر اون میشود که برود از یک جای دیگه با پول پیدا کنه که منصب بخره. در همین سال 2000 نمیدونم 12 بود 2013 بود اکنون یک 10-15 سال پیش فقط منصب رئیس ناحیه رئیس حکومت ناحیه تقریبا $50,000 بود، برای 2 سال فقط خریده میشه. شما هیچ خیلی کم میتونه پیدا کنید نفری را که در حکومت ناحیه رئیس ناحیه یا در کمیته انداز یا در کمیته گمرک اون جای روغنی از 2 سال بیشتر رئیسی کرده باشن، چون اونجا نوبت زیاد است و این منصب میخرن باید زود اون پولا را ببرن با در این مدت 2 سال باید تلاش کنن که چهره شون در نزد او بالاترا شیرین کنن. اون شیرین کردن با یعنی قاش و چشم بینی خوب نمیشه، اونا باید مصرف کنن که این 2 ساله نگه بدارن وگرنه میتوند این 2 سال با 1 سال شود 1.5 سال شود. ولی خلاصه حد اکثر 2 سال است و خیلی کم نادر است که مثل همون خال مشرب اینا که 4 سال و چند سال رهبری کنن. یعنی این وقتی که $50,000 اکنون 10 سال پیش به دلار چند برابر مثل همین معاششون برید چند برابر دیگه خسته اون $50,000 وای منصب میخرد باز چند قید دیگه مصرف میکند، باید اون صاحب اون منصب با خاطر میخرد که باید صاحب چند خانه چند ماشین چند
دچه و این چیزا شود و برای بعد گفتی شما که شوکت جان که مردم مگرم بجوشن که تا این قضا و این مصرفاشون بگردونن. بله. سلامت باشه که شوکت جان، من دیگه شما رقم نمیتیم، بس ساعتی میرم. زنده باشید. تشکر. نگهبانتون. زنده باشید. سلامت باشید. به شما سلامت باشید. حالا یک گپ دیگری امام علی رحمان گوش بکنیم. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که در ظرف چند روز آخر در شهر دوشنبه 5 مؤسسه تعلیمی که در دایره سیاست بنیادکارانه دولت و حکومت مملکت بنیاد گردیدند و فعالیت آغاز کردند که سهم نظررس در رشد ساحه معارفی مملکت می باشد. قابل ذکر است که طی سالهای 2017 2023 قابل ذکر است که در سالهای 2017 2023 برای 72,000 نفر خوانندگان مکتب‌های زمانوی دارای شرایط و امکانات‌های بهترین بنیاد و به استفاده داده شدند. در شهر دوشنبه برای 72,000 سالهای 2017 2023 در شهر دوشنبه برای 72,000 نفر خوانندگان مکتب‌های زمانوی دارای شرایط و امکانات‌های بهترین بنیاد و به استفاده داده شدند. برای چی سال 2017 سال 2023 گفت امام علی رحمان؟ برای چی؟ برای چی؟ حالا دیدیم که از 2 سامانه قیاس کرده آورد. از معاش 2 سامانه ساحه معارف از سال 2000 قیاس کرده گرفته آمد. اما ساختمان مکتب ها را چرا از سال 2017 سر کرد؟ برای آنکه از ماه اپریل سال 2017 رستم جان رئیس شهر دوشنبه شده است. برای همین از سال 2017 تا سال 2023 حساب کرده شد. یعنی محض این اشاره به رستم جان است که این همه کار را رستم جان کرده شده است. از سال 2017 پیش دوشنبه یک دهه بود با همون لایه‌های پاخسگی می پوشیدند بالاش. گفتم که در برنامه روزنه میر اون در اون وقت من مهمان قبول نمی کردم، فقط خودم گپ زدم. دوستان عزیز شاید بعضیتون نشونده باشه در همین خیل در خسخونه ها زندگی میکردن از سال 2017 پیش در دوشنبه مردم. این رستم جان آمد همین رئیس شهر دوشنبه شد، یک باره 70 تا مکتب پوشید. یک باره دوشنبه به همین در دوشنبه نیباسکریپ ها ساخته شدن، بناهای آسمان بوس و چی ها، همه این انامین در مابین 6 سال به میان آمد. همش همین خیلی دوستان عزیز انکنون اینها چیکار کردگی هستن؟ حالا این در همین مکتبی که همین در همین جدیده ایستادهتون دوستان عزیز، این همین مکتب برای 3,500 نفر خواننده ساخته شدگی است. یک صاحبکار ساختگی است. یک صاحبکار ساختگی است این مکتب رو برای 3,500 خواننده. یعنی فلان میلیون دلار پول صرف شده است اینجا. و یک ستونهای مرمرین را بینو، لیفت ها را بینو و یک لابراتوری را بینو. گفتی امام علی رحمان کی به همین بجای همین مکتبی که در همین نوار دیده ایستادتون میشد که 10 مکتب پوشید در دهات، در شهر دوشنبه در دهات باشد میشد که 100 مکتب پوشید. این حساب بوجه نه، این حساب رستم جان نه، این را خونی صاحبکار را مکیدگی هستن. صاحبکار را گفتگی هستن همین بینو را میپوشی، همین خیل کرده میپوشی که مور رستم جان را رکلام کردن آمون در کار است و بیچاره بود شدی دورویش را صرف کرده همین مکتب را پوشیدگی است. اگه شما
تصور کنید که در تاجیکستان صاحبکاری که از 4 طرفش فشار آورده می شود، البته به پول زیاد نیمی از بیزنس و تجارتش هم به اینجا سر شده است. جان بچه‌ش خلاص کردگی، جان خودش خلاص کردگی، جان گرد اطرافش خلاص کردگی. اکی در دوام چی میگوید؟ بعضا مکتب هایی که ما بنیاد کرده سادیم اگر مقایسه با سطح ما دانشگاه بنیاد و کرده دانشگاه زمانی پیش مقایسه نه. کنیم از آن بالاتر نیست. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تصمیم گرفتند که تنها در سال جاری برای بیش از 12,000 نفر فرزندان ساکنان پایتخت مؤسسه‌های معاصر تعلیمی بنیاد کرده شرایط تعلیم و تدریس را در پایتخت مملکت به مراتب بهتر گردانند. علاوه بر این حالا در شهر دوشنبه ساختمان باز 24 مؤسسه نوی تعلیمی برای 47,000 نفر خواننده و 55 مؤسسه تا مکتبی برای 11,500 نفر کودک با سرعت ادامه دارد. این رقم ها برای راهبران ولایت و شهر و دیگر شهر و نایاب باید نمونه عبرت باشند. آموزان در این سمت کارا مثل پایتخت مملکت جدی براه ماند. فهمیدید؟ رستم جان یاد گیره چخیل کره خونی صاحب کار تاجر می مکت چخیل زستاوید میکند که نمی خیل مکتب فلان میلیون دلار به میپوشد. بعد رستم جان رکلام میکند، آتش بر اومده، پدرش بر اومده. آخر رئیسان ولایت نوکیه ها مثل رستم جان پدر پرزیدنت نداشته که باشن. چیکار میکنن اونها؟ چه خیال کرده مثل رستم جان پول صاحب کار زده میگیرند؟ باز نمونه عبرت باشن. یعنی اینجا رکلام رستم جان، رکلام رستم چیک، نمونه عبرت یعنی چی؟ سنگ توده گپ زنید. شاکر دکا یک نمید دولت های پیشرفت دنیا بسیارتر همون مردمی که ثروتمند بدن همو خالص لله بگیم همو پیسه پولی داشتگی خشوه در ساحه معارف گذاشتن که همو مردمی همو دولت پیشروی شوانه، دانو شوانه، زیرک شوانه. همین را کردن. در زمانی که ما وقتایی که جوان بودیم زندگی میکردیم وقت مکتبای ما رو سازمان های بین المللی گرفته بودن و کمک رسانی که برای تعمیر کردن از سر نو بنیاد کردن. خدا شاهدی شبکه دکه 60% پولش میدزدیدن. همو نفرای همو بدبختا من نمیدونم و چه خیل میمرن. همو چه خیل در چشم همو طفلایی که از در مکتبا خونده است چه خیل در چشم همو طفلا نگاه میکنن. اینجا من رحمانوف گناهگار نمیکنم. گناهگار مردم هستن. مردمی ما به درجه اولی حرامخور شدگی که حاجیه حرام میخوره. بله. چه خیر یک نفر یک سازمان بدبخت میشه و از امریکا میاد در تاجیکستان برای طفل تاجیک پول جدا میکنه، مبلغ جدا میکنه که مکتب بساز. برای همین مردم به سواد نمونن، به مفکوره نمونن، خر نشوه یا میده انسان شون. تو پدرنالت پلی همواره میدزدی میخوری. بله. ما ایرا مردم خیلی گناهگارن همه گناهگاره در اینجا. ما همه گناهگاریم شبکه که در ساحه معارف همه گناهگاره. همه گناهگاره. چی باید کرد بعد به نظر شما؟ در نظر ما باید از بالا همه ایواز شوه. همه ایواز شوه باید.
بیاید همین بیک صبور گوش کنیم چی گپ شده است. همراه بیک صبور گوش میکنیم. حالا اکا شوکت با اجازت ما بیرون میشم. بفرمایید. این آقای بیک صبور قریب 135 میلیون سامانی قرض حکومت تاجیکستان قریب 135 میلیون سامانی قرض دو شرکت زیرتابع خدمات علاقه را از انداز بخشیده است. خدمات علاقه را بیک صبور خدای پرزیدنت امامعلی رحمان رهبری میکند. برخی کارمندان ساحه علاقه میگویند چنین امتیازها باید برای همه باشد، نه تنها شرکت های بیک صبور. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را آموخته در استودیو با ماست. مولا رجب سلام، لطفاً درباره این قرار حکومت برایمان تفصیلات دهید. سلام مومن، سلام بینندگان عزیز. در قرار حکومت آمده است که 97.4 میلیون سامانی قرض تاجیک تلکام و 37.4 میلیون سامانی قرض مرکز الکترومگنیتی به اعتماد اعتراف گردیده از حساب برآورده شوند. این مبلغ هم مالیات و هم جریمه است که سالها باز جمع شده است. البته مقامات نگفتند که این قرض دقیقاً چند سال است که جمع شده است، ولی ما میدانیم که تا سال 2022 تنها شرکت تاجیک تلکام از انداز یا مالیات 67 میلیون سامانی قرضدار بود. در آن سال با قرار دیگری حکومت پرداخت این مبلغ را به تأخیر گذاشته بودند. حالا معلوم می شود که با وجود به قفا انداختن پرداخت این مبلغ، شرکت های زیرتابع خدمات علاقه این مبلغ را هنوز هم نسپاریدند و حکومت هم از بحر آن گذشت. مومن، نکته جالب این است که طبق اطلاع رسمی درآمد شرکت های زیرتابع خدمات علاقه در سال روان به طور چشم‌رس زیاد شده است. تاجیک تلکام، پشته تاجیک و دیگر ساختارهای خدمات علاقه در نیمه اول سال روان 124 میلیون سامانی درآمد گرفتند که نظر به همین دوره سال گذشته 35.5% زیاد بوده است. ولی این شرکت ها انداز دولت را نسپاریدند و حکومت هم برایشان اخیراً سبکی داد. مولا رجب، مسئله دادن امتیاز و سبکی به شرکت ها سالهای اخیر انتقاد برخی ها را به میان آورده بود. نظرها به بخشیدن قرض های شرکت های خدمات علاقه چیست؟ برخی کارمندان ساحه مخابرات گفتند که امتیازهای کلان حکومت به شرکت‌های دولتی رقابت را در بازار خلل‌دار می‌کند. کارمند یکی از شرکت‌های مخابراتی 9 سپتامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت دیگر شرکت‌های مخابراتی خدمت رسانه و یا طرفه‌های خود را با نظرداشت انداز به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. این هم صحبت ما گفت شرکت‌های خصوصی مالیات دولت را می‌دهند اما شرکت تاجیک تلکام نه و این حالت رقابت ناسالم را در بازار به میان می‌آورد. کارشناسان هم میگویند که دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند و نباید شرکت‌های علاهیده از امتیازهای اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم بکنند. تشکر مولا رجب. خدمات علاقه را از سال 2011 به این طرف بیک صبور رهبری میکند. این منصبدار را برای گرانی نرخ اینترنت، پس شدن صفت علاقه و خانه فروشی تنقید میکنند. ببینید، خب میموندم امر آزادی یک خودش در همجا رکلام کرده میگرفت. بعد نبود ما از موادهای استفاده میکنیم، لیکن پیشتر تگمه را پخش کردم. تماشاگران عزیز نگاه کنید، اینها شرکت های بیک صبور دارن. بیک صبور چیش هست؟ مثلا مسئولش هست، چیکار میکنه؟ از سپاریدن انداز آزاد و از قرضهایشان بخشیده میشه. اخیر این آدمی همی این جنوری بیک صبور در جای ایستاده است که یکی از جاهای پردرآمد، یعنی از هوا پول میسازد. همین ساحه علاقه در همین زمان امروز از آسمان، از هوا، از وزدخ پول میسازد.
باز تاجیکستان اینترنت از همه قیمت، استفاده ترافع‌های موبیلی از همه قیمت، باز بجای بالای همین از همه سوست با وجود همین اینها باز قرضانشان بخشیده می شود. ببینید تماشاگران عزیز، نگاه کنید، بیاین از عثمان گپ نزنیم، نگاه کنید بیاید نگاه کنید. ببینید تاجیکستان موافق رده‌بندی ارزش اینترنت ترافیک در سال 2024 که از جانب گلوبال ریلوسیت تهیه شده است، میان 238 کشور و قلمروهای وابسته جهان تاجیکستان با ارزش میانه $165 برای 1 گیگابایت در مقام 142 قرار دارد. در بین چند کشور؟ گفته 238 کشور. اکنون نگاه کنید، برای مقایسه در قرقیزستان 1 گیگابایت نرخ 1 گیگابایت به حساب میانه 17 سنت است، در زینه 8 جهان قرار دارد. ما چندم 142 قرقیزستان همسایه در جهان در جای 8 ما چندم 142. یو بگیرید در ما مثلا $1.65 $1.65 در قرقیزستان 17 سنت نرخ 1 گیگابایت. فرق رو دیده ایستادید؟ در ازبکستان 30 سنت، در ما $1.65. در قزاقستان 41 سنت، در ما $1.65. از این رقم ها برمی آید که اینترنت در تاجیکستان قریب 9.5 برابر از قرقیزستان، 5.5 برابر از ازبکستان و 4 برابر از قزاقستان قیمت است. با این قرضش بخشیده می شود. در همین حال در رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس تاجیکستان تا ماه ایول سال 2024 در بین 5 کشور دارای سست‌ترین اینترنت موبیلی در زینه 139 میان 143 کشور جهان و از روی سرعت اینترنت ناقلی در مقام 131 بین 181 کشور جهان قرار دارد. یا بدونید این چی افعال؟ در همین حال ما از افغانستان عقب هستیم. صورت اینترنت از افغانستان بالاتر است، نرخ اینترنت در افغانستان نسبت تاجیکستان ارزان تر است. خیلی فهمیدید؟ درباره تاجیکستان، درباره افغانستان گپ نزند دیگه. حکومت تاجیکستان میخواهد مثل افغانستان شود، روید همون یک بار دوزانی کرده روبروی انامون طالبان چیهاش بشینید و بگوید به ما حکومت داری آموزان در 3 سال شما اینقدر پیش رفتید. منم همین روز خبر میتوانید در تلگرام کانال پیمان لایف وارد شده بخونید. در افغانستان 30% در همین 1 سال 30% سطح جنایتکاری رو پایین فرو بردند. یعنی سطح بی‌خطری بالا رفته است و همین در مابین 1 سال افغانستان را از کشورهای خطرناک بیرون کردند طالبان و حالا همه میتواند از این ولایت به وی ولایت آرامانه رفته بی خطر بدون احساس خطر سفر کند. در 1 سال ما در 30 سال همین رو نکردیم. همون گریزه های افغانستان پول کار میکنن میروند، مثلا گریزه های سیاسی افغانستان پول کار میکنن میروند، رفته پدر مادرشون از در افغانستان خبر گرفته میبیان، از همینجا پول مبلغ میفرستونن با وستر یونانی با همون چیهای انتقالی مبلغ.
تاجیک به مادرش، تاجیکی پناهنده از اروپا به مادرش، به پدرش، به اهل عائله‌اش مبلغ فرستاده نمیتونن. مبلغ فرستان او یعنی از تروریست پول گرفتی ها؟ مایلش مبلغ فرستادن. مایلش مبلغ فرستادن. 8 سال باز 8 سال شد با خواهرم گپ نزدم. 8 سال شد. از خودم خورد یک خواهر دارم. 8 سال شد گپ نزدم. با مادرم چند سال شد گپ نزده است. 3 سال 4 سال شد با مادرم گپ نزده است. یک خواهرم. شما در وحشت افکنی، در وحشت پراکنی حکومت تاجیکستان با طالبان در نزد شما فرشته است. در نزد شما طالبان فرشته است. در ظلم شاید همون ابوبکر بغدادی در نزد امام علی رحمان شاید فرشته باشد. در ظلم، در شکنجه، در آدم کشی. این چی گپ است این چرا این بخشیده شد؟ نوروزگی کاربران در مورد نرخ بلند و صفت پست اینترنت در 10 سال اخیر نادیده گرفته میشد. همچنین به چندین دعوت سازمان‌های مالیوی بین المللی جهت بهتر کردن دسترسی به اینترنت در کشور توجهی ضروری ظاهر نشد. از کجا؟ از جانب حکومت، از جانب بیک صبور. بهار سال 2021 سابق نماینده دائمی بانک جهانی در جمهوری یان پیتر آلترس و مقامات پیشنهاد کرد که خدمات علاقه را از اپراتور تابع آن تاجیک تلکام جدا کنند. به عقیده او حکمرانی شرکت دولتی در بازار رشد ساحه را کاهش داده، ارزش خدمات رسانی را بلندتر کرد که این به بدشوی دسترسی به اینترنت و کمشوی تعداد مشتریان باعث گردید. فهمیده استوده دوستان عزیز؟ من برادری که شما این موضوع رو کشیدید احوال همین است. اینجا هیچ گپ نیست. پولشویی رسما قرضدار میشن، میبخشن. هم کجا میبخشن؟ چرا میبخشن؟ پول از خود کرده شده رو. پول از خود کرده شده رو میبخشن. از وزدوق پولی که اومدگی است میبخشن. همه جا همین است. پس چی باید کرد تماشابینان عزیز؟ پس چیکار کنیم که از شر این ظالمین خلاص شویم، از شر این ظالمین نجات یابیم؟ کجا رویم؟ دودمان را به کی گوییم؟ دودمان را به کی میگوییم؟ نه، یک چیزی سوختگی نیست دوستان عزیز. یک چیزی، یک گپی آسمانی نیست. من همین ریتینگ است. من میفرویم من همین ریتینگ است. من قرقیزستان ببینید در کجا؟ من همین ریتینگ کشورها است. قرقیزستان رو ببینید. نرخ اینترنتش 17 سنت. نرخ اینترنت 17 سنت قرقیزستان. حتی از روسیه در پیش. چرا قرقیزستان تونست است این کار را؟ مهم به همین سوال جواب یافتن است. حتی قرقیزستان، روسیه در جای 15م، روسیه در جای 15م، قرقیزستان در جای 8م. اگر دانسته باشید در ما حاضر اینترنت سوست،
قرقیزستان هم اینترنت صورت اینترنت بلند هم صورت اینترنت ارزان. فرض کردیم پگاه خست جنگ شد بین تاجیکستان در سرحد جنگ شد، خدا نشان ندهد تمام مردم قرقیز روزنامه‌نگار میشد، ژورنالیست میشد، خبرنگار میشد. این برای اینکه این شرایط رو دارد. میدونید مبارزه رسانوی چه خیلی میشود؟ شرط نوارها رو ویدیوها رو گرفته پرتفتم میگیرد. متهم عالمیان میشیم، اگریسور خوانده میشیم، برای اینکه ما یگان چیز داده نمیتونیم. ژورنالیست میدان جنگ میرد، اینترنت ندارد یا اینترنتش مثل خرس. امروز یک ثبت کردگش حتی به دوشنبه برای دفتری رسانه فرستادن 12 ساعت وقت میگذرد. گفتی بابای قند او انصاف دارید ندارید، یک ویدیو میمونم بعد از 24 ساعت سونه میگذرد، میگد بعد از 12 ساعت سونه میگذرد. شما با همین افعال میخواهید مبارزه رسانوی داشتگی باشید، مبارزه اینفورماسیونی داشتگی باشید، با همین میخواهید. من قرقیزستان همسایه که با او ما اینقدر ساز نیستیم، تا به حال حاضر سرحدام بستگی هست، این سو گذر او سو گذر همه من شدگی است، بحث سرحدی تا به حال تمام نشده است، احتمال گوو علنگه زدن آتش جنگ، آتش نیزا وجود دارد. قرقیزستان این چی گفتنی گپ است؟ حتی 7 زینه 8 زینه از روسیه پیش است. یعنی به جنگ اینفورماسیونی قرقیزستان حاضر تپ تیار است. فهمیدید؟ تمام عالم به سر تو میخزاند در مدت 1 ساعت 1.5 ساعت. نوار شما در 12 ساعت به زور به دفتری رسانه رفته میرسد. قرقیزستان در 1 ساعت یعنی در نیم ساعت تمام دنیا را به سر تاجیکستان میخزاند. به همین آماده است. این مضمون همین رو دارد. من روسیه از روسیه 8 زینه پیش است. انکو میفراد میبیاد. من دوستان عزیز بیتون یک بیچوری تاجیکستان رو بینیم در کجا است. من از همه آخر بی گپ و بی کلوچه گرفته میبیوره من میخیر. از ما آخر یک باعث افتخار است که از ما ترکمنستان عاقب بود است. اینجا بود 140 چند بود، 131 بود، چند بود؟ من تاجیکستان 142. از بین 143 کشور جهان در بین 142 قرار دارد. $1.65 نرخ دارد تاجیکستان. $1.65 از همه کشورهای آسیای مرکزی در عاقب، از همه کشورهای آسیای مرکزی. فهمیده شدید تماشاگران عزیز؟ با همین حال کجا میریم ما؟ با همین حال چیکار کردن ممکن؟ کجا رفتن ممکن؟ ساحه معارف کپوت. مهاجرت از پول مهاجرت تاجیکستان روز میبیند، حکومت تاجیکستان روز میبیند، ساحه مهاجرت کپوت، معارف کپوت، علاقه کپوت. پس این همه نشانگری آن است که این حکومت کپوت شدگی است. کپوت. همینجا تماشاگران عزیز برنامه امروزه را با آخر میرسانم. امیدوارم که با هم خواهیم بود و
روز پنجشنبه پس فردا در برنامه رفزنه فکر باز هم درباره مهاجرت صحبت خواهد شد و مهمان من سیاستمدار روانشناس بابا جون قیمزاد با من صحبت میکند و انشالله امیدوارم که مورد پذیرش شما قرار خواهد گرفت برنامه. سلامتی و سربلند باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه گفتگو و امید داشتم که ما بیشتر در این باره امروز بیشتر گفتگو میکنیم و به خاطر یک کار دیگر پیش آمدنش صحبت را به هفته آینده واگذار میکنم و انشالله که هفته آینده با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. سلامت و سربلند باشید. در پناه خدا باشید. زنده باشید تماشاگران عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.